هرگز چشمت به متاعی که به برخی از اهل دنیا داده ایم نباشد و غصه آنها را مخور و برای اهل ایمان نهایت احترام را قائل شو. اگر کسانی را از یک زندگی خوش و پرنعمت بهره‌مند کردیم، تو چشم خود را به آن ندوز، زیرا این چیزها شکوفه‌های چند روزه دنیاست و ما به همین وسیله آنها را مورد آزمایش قرار می‌دهیم. بدان که رزق و روزی پروردگارت بهتر و ماندنی‌تر از هر چیز دیگر است. مال و فرزندان زینت‌های زندگی دنیا هستند، اما بدانید آثار مفید ماندگار نزد پروردگارت بهتر و امید بخشترند. بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی است. تجمل پرستی و مایه تفاخر بین شما و افزون طلبی در مال و اولاد است. مثل بارانی است که باعث محصول شود و کشاورزانش را به شگفتی درآورد، سپس خشک شود و آنطور که می‌بینی